کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با توجه ساکنان و مهمانان کشور می‌رساند که بنا به معلومات اگنتی هواشناسی بر اثر گرم شدن دمای هوا در روزهای آخر و باز باریدن برف تا 11 فوریه سال 2022 در سلسله کوه‌های ایسار، ترکستان و زرافشان و در بعضی ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خطر لغزش ترمه و ریزش سنگ باقی میماند. در راه‌های ماشینگرد دوشنبه خوجند، دوشنبه رشت لخش، رشت سنگوار کولاب درواز، ونج روشان خاروغ اشکاشم، خاروغ مرغوب یخبندی توده شدن برف در نظر است و احتمال لغزش ترمه و ریزش سنگ نیز. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از شهروندان و مهمانان کشور خواهش می‌کند که در این گونه روزها از رویه‌های بی ضرورت خودداری نمایند. رفتن به کوه و دامنکوها برای جمع‌آوری ایزام، شکارگاه و چارواچرانی نیز بی خطر نیست. خانه‌ها را گرم نگاه دارید، از اسباب‌های برقی درست استفاده کنید و نگذارید که آنها سبب سوختار شوند. بچه‌ها را نظارت کنید. به نظارتی کودکان خطرهای در پی دارد. رانندگان قبل از سفر به راه‌های کوهی اولتر از همه باید معلومات لازمه درباره خط سفر خود را به دست آورند. اگر برف و باران و خطر ترمه در این معلوماتنامه‌ها پیش بینی شود، پس اصلا خودداری از سفر به منفعت است. ماشین‌ها را پیش از سفر سنجید. چرخ‌های تابستانه را به زمستانه عوض کنید. به خاطر تامین امنیت خود و همسفرانتان هرگز سرعت حرکت را بالا نبرید. آهسته روید و دور روید. فراموش نکنید که شما را همیشه فرزندان و پیوندانتان انتظارند. رعایت فاصله بین ماشین‌ها یکی از تدبیرهای تامین امنیت شما و روندگان این راه است. آن را حتما رعایت نمایید.